درود و وقت خدمت همه همراهان و بزرگواران کانال. با یک ویدیو دیگه در خدمتتون هستیم در رابطه با همون مسائل روحی، ولی این بار من دعوت کردم از یکی از دوستان که تشریف بیارن و در خدمتشون هستیم در رابطه با اینکه چه اتفاقاتی امکان داره در گذشته برای ما رخ بده که توی سیر تحولی روحی ما اختلال ایجاد کنه یا یه سری مشکلاتی رو برای ما ایجاد کنه، و در رابطه با ازدواج. حالا تمرکز اصلیمون بیشتر روی ازدواجه و اگر ویدیو بازدیدهای خوبی داشته باشه و مورد پسندتون باشه میتونیم بریم سراغ بقیه مسائل. خیلی خوب، خانم وزیری در خدمتتون هستیم. خوشحال میشیم که اگر تمایل دارین یه بیوگرافی خیلی کوتاهی به ما بدین که ما یه آشنایی داشته باشیم به همراه بزرگواران کانال. در خدمتتون هستیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و دوستان محترم. وزیری هستم، کارشناس ارشد روانشناسی. خوشحالم که در خدمتتونم. خانم وزیری، یکی از دغدغه‌هایی که امروزه جامعه ما رو واقعا درگیر کرده مسئله ازدواجه که خیلی برمیگرده به تربیت شخص که تو چه خانواده‌ای بوده، تو چه فرهنگی بوده و تو چه اشل اجتماعی بوده. دوستان به خاطر اینکه بتونن یه پارتنر خوب و یا درستی رو انتخاب کنن که ببینن آیا اون شخص برای ادامه مسیر زندگیشون و سیر تحولی روحیشون به دردشون میخوره، باید چه پارامترهایی رو داشته باشه. البته اینم میدونم که به قول خودمون آدم با آدم فرق میکنه، جایگاه اجتماعی متفاوته، ولی حدالامکان تا جایی که برای شما ممکن هست خوشحال میشیم که به ما یه کلیاتی و یه اجمالیاتی بفرمایین که ما کم کم آگاهی پیدا کنیم. بله، همونطور که مستحضر هستین اکثر جوانان ما با این مشکل رو در رو که بعد از اینکه با پارتنرشون رابطه احساسی برقرار میکنن بعد متوجه یه سری مسائل میشن که اونجا دیگه حالا یا دچار آسیب روحی میشن یا احساساتشون خدشه‌دار میشه و اینکه نمیتونن مسیر درست طی کنن. از اون جایی که ما با این مسائل آشنایی داریم و میبینیم دغدغه جوانان، با چند تا سوال ساده اما کلیدی و کاربردی میشه همون اول ماجرا متوجه یه سری مسائل و یه سری از ریزنکات شخصیتی فرد بشین. اون سوالا خیلی سخت نیست، میتونید یه سری مسائل به راحتی پیدا کنید. یکی از تکنیک هایی که میتونید راهنمایی کنید مراجعه یا دوستانمون که بتونن راحت تر توی مسیر احساسیشون قدم بذارن، چند تا سوال تکنیکیه. اولین سوال که میتونین بپرسین توی رابطه از پارتنرتون این که در حال حاضر چی تو رو خیلی خوشحالت میکنه و طرف بسته به شخصیتش و بسته به فرهنگی که توش بزرگ شده جواب سوال شما رو میده و اون تروماهایی که گذرونده و اون تایپ شخصیتی که داره میتونه جواب شما رو بده و شما طبق جوابی که اون میده میتونین دستاوردهای بزرگی داشته باشین. میشه یه مقداری بیشتر توضیح بدین خانم وزیری؟ به عنوان مثال، آیا یک شخصی که میگه من تنهایی رو دوست دارم، مثلا خود من شخصا تنهایی رو دوست دارم و تنهایی خودم لذت میبرم، تنهایی کافه میرم، تنهایی فیلم میبینم، تنهایی کتاب میخونم، آیا کسانی که به قول خودمون دوست دارن اون تایم فراغتی که دارن یا اون تایم خالی که دارن توی تنهایی خودشون بگذرونن و با این مسئله کنار اومدن و حتی گاهن دوستش دارن که ضربه کمتری بخوان ببینن یا گاهن به کسی بخوان ضربه بزنن و توی این وادی باشن، تنهایی برن سینما یا کارهایی که گفتم انجام بدن، آیا اینها امکان داره آدم‌های افسرده و یا درونگرایی باشن؟ نه، ما نمیتونیم این لیبل رو به فرد بزنیم که چون تنهایی رو انتخاب کرده پس قطعا آدم افسرده یا درونگرایی. نه، برعکس، ما شخصیت‌هایی رو داریم که در عین حال که با تنهاییشون خیلی لذت میبرن، حال میکنن به قول جوانای ما، اما به شدت اجتماعی هستن. یعنی این تنهایی بر اساس شناختی که از خودشون و محیط اطرافشون و شخصیت‌هایی که در کنارشون قرار گرفته به دست آوردن. این تنهایی باید ببینیم که بر اساس کدوم یکی از این موارد یه موقع هست در اثر اون مبحثی که شما فرمودین
درونگراییشونه که خب اون آدمای درونگرا هم باز تایپ خودشونو دارن، باید نزدیک به اونها رفتار بشه، یا اینکه فردی پارتنری که میخواد در کنار اونها قرار بگیره نزدیک به شخصیت درونگرایی داشته باشه و یا حداقل یه شخص درونگرا رو بتونه راحت درک کنه. با این شناخت اگر برن جلو خب باز مشکلات کمتره. اما کسی که برونگراه با کسی که درونگراه بخوان توی رابطه برن قطعا و بدون شک به مشکل میخورن. یه مسئله که هست، حالا من خودم مثال میزنم، من خودم یه نظری دارم میگم که بعضی وقتا اتفاقا یه شخصی که درونگراه با شخصی که برونگراه خیلی میتونن مکمل خوبی باشن برای همدیگه، ولی مسئله اینه اگر بتونن دنیا و جهانبینی خودشون رو نسبت به همدیگه درک کنن. چون کسی که آدم برونگرایی اصولا اکتیوتر، هایپرتر، تو جمعتر، دنبال به قول خودمون ددریه، دوست داره بیرون باشه، و خب درونگران نه. من میگم امکان داره بعضی وقتا اینها خیلی جاها بتونن مکمل‌های خوبی باشن، ولی اگر بتونن جهانبینی همدیگه رو نسبت به اون چیزی که هست درست درک کنن. چون اگه دو نفر من میگم خیلی بخوان برونگرا باشن، خیلی مثبت باشن، امکان داره خیلی جاها با همدیگه کنتاکت‌های شدیدی داشته باشن. تا این طبق تجربه دارم میگم و میخوام بدونم نظر شما چیه؟ آیا این استثناءات هست یا نه؟ به چه شکله؟ اگر بخوام براتون در قالب مثال اینو توضیح بدم، این قسمت که شما گفتید تا یه حدی درسته، چون هیچ صفر و صدی وجود نداره، ولی در اکثر مواقع اون مکملی که شما توضیح دادید، آدم‌ها در کنار هم که قرار میگیرن درسته که میتونن مکمل هم باشن، اما اون فرد باید اینقدر به اون ادراک و آگاهی رسیده باشه که بتونه پارتنرش رو از این لحاظ درک کنه، بدونه که اگر شخص داره تنهایی رو این تایم انتخاب میکنه، حالا ما رو مثال تنهایی رفتیم جلو، تنهایی رو داره انتخاب میکنه، حمله بر افسردگیش نیست، حمله بر اون تایپ شخصیتیشه که دوست داره الان این تایم رو تنها بگذرونه. اگر با این ادراک برن جلو و این شناخت هست هم داشته باشن، بله حرف شما کاملا درسته. اما در اکثر مواقع متاسفانه ما داریم افرادی رو میبینیم که حتی از خودشون شناختی ندارن، چه برسه به پارتنرشون، و فکر میکنن رابطه یعنی همین که دو نفر با هم چت کنن، با هم بیرون برن، با هم یه ارتباط صمیمیتری داشته باشن، در صورتی که اگر بخواد رابطه‌ای باشه که دو نفر هدفدار برن جلو، اصلا این موضوع ها، این وقت گذروندن ها، این تایم گذرن اصلا روی این مبحث نیست. باید شناخت عمیق‌تر باشه و هر که عمیق‌تر رابطه امنیتش بالاتره و آرامش و آگاهی بیشتری رو در کنار هم کسب میکنن. در غیر این صورت چالش هاشون به شدت زیاده، دچار به هر حال شرایطی که خودتون میبینید دیگه، از رابطه هایی که 2 روزه و 2 ماهه و 1 ماهه و خب به این شکل میره جلو. متاسفانه رابطه های الان که کاش این چیزی که شما میگفتیم بود، رابطه ها انقدر افتضاح و فجیع شده که ما حتی یک سری، البته دوستان عزیز، ما این مسائلی که داریم اینجا میگیم بیشتر مبحث اینو داره که بتونیم یک کمکی بکنیم و شما یه مقداری شناخت بهتری پیدا کنید. همین ما یه سری، من خودم به عنوان یه جوون خب یه سری دوستای محدودی دارم، ولی قبلا خیلی دوستای زیادی داشتم. یه چیزایی بعضی وقتا برای من تعریف میکردن، من واقعا اصلا رعشه به تنم میافتاد از ترس. حالا من عذرخواهی میکنم این کلمه رو به کار میبرم، ولی 2 سری از روابط رو یکی از دوستان برای من یک بار توضیح داد به صورت خیلی مختصر و مفید که من واقعا افسوس خوردم، چون اصلا نباید همچین چیزایی ما حداقل داشته باشیم. یعنی چطور طرف اینقدر خودشو بی ارزش میبینه و در لحظه امکان داره تصور کنه. یه سری روابط داریم که فکر کنم شما آشناییت بیشتری باید داشته باشید نسبت به من، به اسم رابطه‌های وان نایت استند، رابطه‌هایی که فقط برای یک شب اینا با هم و برای یک سری همون مسئله‌ای که خودمون میدونیم، و اصطلاحاً رابطه‌های بنفیت، رابطه‌ای که فقط اینا هیچ احساس مسئولیتی نسبت به هم دیگه ندارن، هیچ احساسی نسبت به هم دیگه ندارن و فقط برای رفع تمایلات جنسی هستش. و این چیزی هستش که من متاسفانه توی جامعه دارم اینا به سنین خیلی پایین رسیده، شاید واقعا به سن 15 تا 16 سال رسیده
و این به نظرتون آیا واقعا ما میتونیم مادرها و پدرهای خوبی در آینده داشته باشیم، کسانی که اینطور روابط رو تجربه میکنن؟ چون قطع به یقین خواه ناخواه حاله های بدن، چاکرای بدن، افکارش، روانش، همه چیزش آسیب میبینه. خواهم ببینم چه توضیحی شما میتونید برای این مسئله به ما بدید که بیشتر به ما کمک کنه. البته که تمام این چالش هایی که شما فرمودین، رابطه هایی که شما اسم بردین، تماما برمیگرده به محیط خانه و خانواده. اگر فرزندمون رو درست پرورش بدیم، اگر فرزندمون رو به اون مقطع از آگاهی برسونیم که رابطه رو براش یک محیط آرامش بخش، یک محیط پر از آگاهی قرار بدیم، نه اینکه فقط صرفا ارتباط گیری باشه بین دو تا جنس مخالف، خب قطعا و بدون شک بچه ها، نوجوانامون و جوانامون که حالا همونطور شما عرض کردیم اومده رو سن پایین‌تر، این ارتباط گیری ها متاسفانه من شک ندارم که اگر خانواده ها این پروسه رو فراهم کنن که بچه ها بتونن این درک رو داشته باشن، رابطه اصلا مفهوم رابطه یعنی چی و رابطه از چه سنی اصلا مجازه. ما حتی تو کشور دیگه داریم میبینیم، تو کشور اروپایی، بله، تو کشورهای اروپایی داریم میبینیم که این فرهنگ سازی ها اینقدر قوی انجام شده که نوجوان رو از اجازه این کارها از چه سنی به نوجوان داده میشه. اما متاسفانه به دلیل فقر فرهنگی که حالا تو جامعه ما هست واقعا جای افسوس داره. البته که الان خانواده خیلی آگاه تر شدن، پدر و مادر خیلی تلاششون بیشتره برای آگاه کردن فرزندانشون. من خیلی از خانواده ها رو می‌بینم که خیلی سفت و سخت دنبال مشاوره های عمیق هستن برای نوجواناشون، برای آگاه سازی بچه هاشون و خودشون. خب باز این واقعا جای شکر داره. اما این تماما برمیگرده به خانه و خانواده. یعنی من توصیه میکنم قبل از هر چیزی اگر میخواین حتی بچه هاتون نباشین، حتی آینده بچه هاتون نباشین، قبل از هر چیزی خودتون آگاه شید و بعد اون آگاهی رو توی محیط خانواده پخش کنید. و قطعا مادر خیلی مهمه. مسئله پدرم مهمه اما مادر مهمتره. دقیقا همینطوره، چون مادر تایم بیشتری رو توی خونه هستش و میتونه به قول خودمون با بچه سر و کله بزنه. و قدیم هم میگن که مادر بچه رو تربیت میکنه نه پدر. خب پدر البته اینم باید بگم که الان متاسفانه شرایط جامعه جوری شده که هم خانم هم آقا مجبورن برن سر کار. بله اینو ما باید در نظر بگیریم. ولی من مسئله‌ای که خیلی برام جالب بود این بود که همونطور که توی پادکست من گوش کرده بودین، نظر لطفتون بود، گفتین مسائل جالبی دارین. متاسفانه ما تو دهه 30 40 50 خب مادر پدرای ما خیلی به روز نبودن، اطلاعات کافی نبود، اینترنت نبود، حتی گاهن خیلی از کتاب‌ها موجود نبود که بتونن بچه رو درست تربیت کنن. ولی الان با این عصر، با این اتفاقات، بالاخره الان خیلی راحت با یه سرچ ساده شما میتونی به خیلی از مطالب دسترسی پیدا کنی. حتی مسائل روانشناسی من دارم میبینم که تو خیلی از پیج‌ها به صورت رایگان دارن میذارن. یا حتی گاهن دیدم که خیلی ها، حتی خود شما هم من میدونم، مشاوره های رایگان به بعضی از اشخاص میدین وقتی میدونین طرف سرمایه کمی داره یا نمیتونه خیلی هزینه کنه. اینها رو بنده در جریان هستم، بالاخره نسبت به شناختی که به شما بزرگوار داریم. سوالم اینه، بچه های ما خب نمیشه گفت خیلی ها، ولی خب از جایی که حجم انرژی بالایی دارن، تو سن حالا بلوغن، رشدن یا تحت تأثیر محیط دوربرشونن نسبت به جامعه و همسناشون، مادر پدرها، من خودم این چیزی که باش مشکل دارم، خیلی بچه رو دعوا میکنن، خیلی دعوا میکنن. برای چی 12 شب میای؟ حالا این باشه، ولی من میگم دعوا نکنین. میشه خیلی راحت تر گوش زد کرد. آیا کتابی، آیا پادکستی، آیا مسئله خاصی هست که بتونیم به مادر پدرها اینجا برای تربیت بچه هاشون بتونیم کمک کنیم، بهشون بگیم برن مطالعه کنن یا تو روند رشد تربیتی اون شخص تأثیر بذاره؟ و از طرف اینم باید در نظر بگیریم که چون که ما توی ایران یه فضای فوق‌العاده بسته‌ای داریم در رابطه با تربیت جنسی فرزندان و اصلا فکر نمونم کسی بیاد به بچهش چیزی یاد بده، حداقل به ماها که اینجوری نبود.
یعنی من که خودم به عنوان یک 70 حساب میشم، اونم اوایل 70، خدا وکیل کسی به ما چیزی یاد نداد متاسفانه. این به نظرتون به چه شکل هستش؟ حداقل شاید یک سری از جوانهای ما اینا رو ببینن و بالاخره چند سال دیگه بخوان ازدواج کنن یا الان ازدواج کردن، بالاخره به فکر بچه‌های آیندهشون باشن. خواهینم چه چیزی میتونه به این مادر پدرهای آینده یا مادر پدرهای الان کمک کنه که بتونن یک تربیت درست، روون، خوب در رابطه با مسائل جنسی، در رابطه با مسائل روحی، روانی و درست تربیت کردن بچه داشته باشن؟ چون خودتون میدونین وقتی یک فرد توی کودکیش آسیب میبینه، امکان داره وارد ضمیر ناخودآگاهش بشه و اونو امکان داره شما با حتی گاهن 10 جلسه هیپنوتیزم نتونی کاری بکنی که اون فراموش کنه. یعنی هیپنوتراپر نمیتونه براش کاری بکنه، یه ترومای خیلی عمیقی میشه و تو شخصیتش تاثیر میذاره. چون من خواهم خیلی از پرونده‌های قاتلای زنجیره‌ای به قول خودمون دیگه قاتلای زنجیره‌ای میشه، یعنی قاتلای سریالی، یعنی بالای 5 تا قتل انجام دادن رو دارم مطالعه میکنم یا ویدیوهاشو میبینم یا پادکستاشو گوش میکنم. 99.99% این افراد توی کودکیشون دچار ضربه های سنگینی از طرف خانواده بودن. من میخوام بگم چجوری میتونن خانواده ها ماکسیموم کار رو بکنن که نه اینکه حالا خدای نکرده قاتل زنجیره‌ای بشه، نه، ولی اون روح، چون همونجور که گفته بودم من آدم نمیبینم، من روح میبینم. یعنی شما رو روح میبینم، هر کسی که هست من یه روح میبینم که یک رسالتی داره، اومده روی زمین رسالتشو اتمام برسونه و بره. این روح زودتر مسیرشو پیدا کنه، کمتر آسیب ببینه و بتونه یک مسیر رشد تکاملی بهتری رو طی کنه. ببینید نظر شخصی من اینه که 0 تا 100 تمام این چالش هایی که شما گفتید، حالا که حد اکثرش همون قاتل زنجیره‌ای دست هستن، 0 تا 100ش برمیگرده به محیط خانه و خانواده. و از اونجایی که من مورد نوجوان دارم، مورد بزرگسال دارم، پدر و مادرها هستن، بچه های کوچکتر هستن، دارم میبینم که وقتی نوجوان به من مراجعه میکنه و از مشکلاتش میگه، 80% اون چالش ها برمیگرده به پدر و مادرش. یعنی اگر پدر و مادر اوکی باشن، پدر و مادر به اون آگاهی و شناخت خودشون رسیده باشن، اصلا اون بچه توی اون شرایط قرار نمیگیره. بر همین تأکید من همیشه بر اینه که روی خودشناسی و خود آگاهیتون کار کنید. علاوه بر مسائل روانشناسی که به شدت توصیه میشه، اما باز از اون عمیق‌تر و کاربردی‌تر و من یکی از بهترین و کاملترین راه‌ها که شما میتونید یه راه 1 ساله رو توی 1 ماه طی کنید، اینو دارم از روی تجربه‌ای که کسب کردم تو تمام این سال‌ها این خدمتتون عرض میکنم. شما میتونید راه 1 ساله رو 1 ماهه برید و حتی گاهن 1 هفته‌ای برید، چون اینقدر دستاورد داره این مسیر خودآگاهی و خودشناسی که اصلا من هرچی از بازخورداش برای شما توضیح بدم باز کمه. هرچی خودشناسی و خودآگاهی ما عمیق‌تر باشه، تربیت فرزندامون بهتره، رابطمون با افراد دور و بر بهتره، ارتباط گیریمون قوی‌تره، عمیق‌تره و خالصانه تره و شناخت خودمون یعنی شناخت بقیه موارد. پس اگر میخواین آینده عالی داشته باشین، اگر میخواین فرزندانی از جنس نور و شکوفایی داشته باشین، اگر میخواین خودتون و همونطور که شما خودتون عرض کردین روحتون اون پروسه رو سریعتر بگذرونه، من توصیه میکنم که اکثر تایمتون رو روی خودآگاهی و خودشناسیتون بذارید. درسته، خیلی جالبه. توی خیلی از عرفان‌هایی هم که یا حتی هر دینی که شما میرین خیلی جالبه که به همین مسئله اشاره داره، میگه اول خودشناسی بعد خداشناسی. و خیلی از دوستان فکر میکنن که خودشناسی فقط اینه که تو بدونی از چه رنگی خوشت میاد، از چه لباسی خوشت میاد، از چه غذایی خوشت میاد، ولی در این حالی که اینطوری نیست. پس جالبه حرف شما هم اینه که چون اون موقع آگاهی درستی نبوده و تربیت درستی نبوده، حاصلش شده پدر و مادرهای ما و همچنان این تربیت غلط امکان داره ادامه دار باشه. پس باید یک جای جلوی این گرفته بشه. درسته؟ دقیقاً همینه. ببینید ما از نسل‌های قدیم داریم به نسل‌های بعدی منتقل می‌کنیم.
حالا اون تربیت، فرهنگ، شخصیت. درسته که یه سری مسائل ژنتیکه، ولی یه سری مسائل اکتسابیه. ما اونها رو داریم دوباره به خورد آیندگانمون میدیم و این کاملا اشتباهه. اگر من ایرادی دارم، اگر من مشکلی دارم، پس چه بهتر که با اون خودآگاهی، با اون خودشناسی، به اون پروسه برسم، به اون هدف برسم، اون رو در خودم حل و فصل کنم و مانعی باشم برای ادامه پیدا کردن. ادامه این مسیر اشتباه. ما نباید گذشته اشتباهمون، حالا تربیت اشتباهمون و هر چیزی که حالا توی گذشته ما بوده که به اشتباه و اصلا شاید ناآگاهانه، قطعا ناآگاهانه، و اینکه اصلا اونا هدفشون این نبوده که این اشتباهات رو انتقال بدن، اما خب با روش تربیتی که اونا هم داشتن نمیشه خورده گرفت به گذشتگان، چون اونها هم با کلی از کمبودها دست و پنجه نرم کردن. اما من دارم میبینم که خیلی هم میگن اینستا مسیر اشتباهیه، تایمتون رو توی اینستا میگذرونید. اینو تایید نمی کنم که تایمتون رو توی اینستا بگذرونید، توی فضای مجازی بخواید تایم زیادی رو بگذرونید، اما دارم میبینم که اینقدر فضای اینستا بار اطلاعاتیش بالاست که شما تو هر زمینه‌ای که بخواید، حالا من توی یکی کاری خودم روانشناسی رو عرض می‌کنم خدمتتون، کلی از پیج هایی هست، حالا کار ندارید که روانشناسی زردم هست، این باید قدرت تفکیک رو شما داشته باشید مخاطب عزیز، که وقتی دارید وارد یک فضایی بشین، حالا چه مجازی باشه چه فضای حقیقی باشه، شما این آگاهی رو باید داشته باشید که بتونید این دوتا رو از هم تفکیک کنید، نه اینکه صرفاً چشم بسته یه سری مسائل رو گوش کنید و تایید کنید. نه، این قدرت تفکیک شماست. اما توی فضای اینستا من میگم اینستاگرام یک دانشگاهه، چون واقعا کلی مطلب میشه ازش یاد گرفت، در رابطه با تربیت، در رابطه با رابطه، در رابطه با پدر و مادر، فضای احساسی، عاطفی، کاری، مالی، همه اینا رو داره دسته‌بندی میکنه و کلی اطلاعات به ما میده. درسته، ولی من توی این مسئله حالا خلاف نظر شما رو دارم، ولی خب من به نظر شما احترام میذارم، الان نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی بالاخره خب هر سری یک نظری داره، هر کسی یک سری تجربیاتی داره. ولی یه مسئله هست که ما خیلی مثلا طی چند وقت اخیر خیلی شنیدیم، یه کلمه هست به اسم تاکسیک، آدمای سمی، اخلاقای سمی، رفتارهای سمی و امثال هم. ما چجوری میتونیم متوجه بشیم؟ یعنی آیا راهی داره ما بتونیم توی برخورد اول یا قرار اول یا هر چیزی که با یک شخص، اصلا جنسیتیش نمی کنم خدای نکرده، نه منظورم این نیست، چجوری بفهمیم اون آدم سمیه، امکان داره ما رو نابود کنه یا بهمون لطمه بزنه یا بخواد ما رو از مسیری که داریم خارج کنه و یا هر چیزی؟ آیا اون یک چارچوب ساختن اخلاقی برای خودمون که وقتی ببینیم اون شخص وارد یک سری از چارچوب‌های ما رو نداره؟ مثال، من یه آدم مذهبی ام، خب به عنوان مثال من هیچ وقت نمیرم با یک آدمی که مثلا اهل مشروبات الکلیه برم بچرخم، چون اصلا این خارج از چارچوب منه. ولی خب اینو همه ندارن متاسفانه، خیلی ها فقط دنبال اینن که بخوان تایمشون رو بگذرونن، یعنی مشاهدشیم و اصلا براش فرقی نداره این دختره، اون پسره، چه می‌دونم اصلا جنسیتش، که حالا ما میگیم خب باشه مهم نیست، ولی نوع تفکر اون مهمه قطع به یقین، چون روی ما تاثیر میذاره و خیلی مسائل اینجوری که گرچه خواه نخواه لایه‌های انرژی و حاله انرژی که دور بدن انسان هست بعضی وقتا تا 1.5 بعضی وقتا تا 2 متر میرسه و اتوماتیک شما وقتی نزدیک یک نفر میشی انرژیاتون شروع میشه به تبادل شدن. و حالا ما یه سری مباحثی داریم تحت عنوان انرژی خوار و نشخوار فکری و اینها قطع به یقین امکان داره که جابجا بشه بینتون، چون شما دارید با اون شخص صحبت میکنید. انرژی خوار هم خب امکان داره اصلا خود شخص انرژی خوار باشه، شما با یه حال خوب میری پیشش، یهویی میبینی انقدر حرفای بد و بیجا میزنه، همش اخبار تیتر، آره جنگ، آره پول نیست، آره کار نیست. متوجه منظورم هستین قطع به یقین. من میگم چجوری میشه سریعترین راه شناخت این آدم‌ها یا اخلاقاشون رو پیدا کنیم که بتونیم سریعتر از اینها دور شیم که کمترین لطمه رو ببینیم حداقل. ببینید اگر ما به اون ثبات شخصیتی رسیده باشیم، من نظرم اینه که حتی یک جاهایی ما میتونیم حتی با همون فرد انرژی خوار باز هم تاثیرگذار باشیم.
حالا این یه جمله جدای از همه اینها. و نکته بعدی این که ما توی همون دیت اولی که با مخاطبمون داریم، حالا پارتنرمون، دوستمونه، همجنسمونه، با درک حالمون، اینکه توی اون جلسه اول ما از طرف مقابل چه بازخوردی گرفتیم، حالمون بهتر شد، حالمون بدتر شد، خنثایی، احساساتمون، هیجاناتمون بروز داده شد یا نه، مانع بود، استاپ شد. اینا رو که در نظر بگیرین متوجه میشین. البته که بعضی موارد هم افراد میگم اول برمیگرده به اون ثبات شخصیته، خیلی دیر متوجه میشن که فرد مقابل فرد درستی نیست و اون فرد سمی است. ولی خب توی جلسه اول دوم میشه اینو به راحتی متوجه شد اگر آدم زرنگی باشید. این برمیگرده به اون شناخت شما از آدم ها، اطراف و خودتون. درست. سوالم اینه، البته میدونم این سوال خیلی کلیه و نمیشه نسخه دقیقی براش پیچید و خب همونجور که در جریان هستین در حد خودم من سعی کردم یه مقدار روانشناسی بخونم. و حالا شما مکتب یونگ رو قبول دارین یا فروید؟ من این هنوز نپرسیدم از شما. ببینید همه این نظریات محترمن، همه اینها اومدن که یک چیز رو بگن و این که من نه فرویدی هم نه یونگ، ولی از فرد EFT هم توی مشاوره هم استفاده میکنم، اکت EFT. و مهمترین چیزی که توی تمام این سالها بهش رسیدم این که نمیخوام بحث رو به سمت بگم عرفان و این حرفا، ولی برمیگرده به همون خودشناسی، یعنی تماما برمیگرده به خودآگاهی، خودشناسی، پروسه هایی که ما میتونیم توی این مسیر بگذرونیم. هر چی شما به خودتون، حالا شخصیت، اون چیزی که شما گفتین خودآگاهی فکر میکنن اون رنگ شناسیه، اون تایپ های شخصیتیه، درسته که اونها هم بخشی از این موضوع، ولی ما باید به فراتر از اینها قدم بذاریم، به فراتر از اینها فکر کنیم و تماما دستاورده. درست. یه مسئله جالبی که هست اینه که من خودم خیلی یونگ رو دوست دارم نسبت به فروید، چون خیلی از مسائل فروید که حالا به مرور زمان رد شد، حالا کار نداریم، ولی خب من یونگ رو دوست دارم چون خیلی توی مباحث بیشتر میشه گفت روحی وارد میشه. قلم سنگینی هم داره متاسفانه و یا خوشبختانه، یه مقداری فلسفی طور مینویسه و من اگه بخوام حالا به مخاطبا بهترین کتابی که از یونگ تا حالا، البته همه کتاباش واقعا شاهکار هنریه، مثلا در راستای روانشناسی شاهکار هنریه، ولی اگه بخوام یکی از کتابایی که واقعا در رابطه با حتی هم خودشناسی، هم خداشناسی، هم مباحث روحی و روانی، یعنی یک جمعی از اینها رو به صورت چکیده اومده نوشته، فکر کنم اولی کتابش هم میگه من بعد از 40 سال تفکر این کتابو نوشتم. کتاب پاسخ به ایوب هستش دوستان عزیز. البته این کتابو خواهش میکنم دوستان عزیز هر کسی نخونه، چون مباحثش سنگینه. امکان داره اگر یه مقداری رو دینتون، رو اهل بیت یا رو هر چیزی یه مقداری شل باشین، یه آتئیست به تمام معنا ازتون در میاد. همین اول هشدارشو بدم. و من خودم مکتب یونگ دوست دارم، این واقعیت مثلا اینه. آره. و آدمای سمیو که گفتیم، شخصی که آسیب دیده است، یعنی خانواده درستی نداشته، حالا به هر دلیلی، متاسفانه حالا به علت فرکانس پایینشون، عدم اطلاعاتشون، عدم آگاهیشون و یا هر چیزی، این میتونه تنهایی کم کم شروع کنه خودش به خودش کمک کردن. من میگم اینجور مواقع همون بحث خودشناسی هست دیگه. من میگم اینجور مواقع یه چیزی که خیلی من خودم هم درگیرش بودم نسبت به شناختی که دارین، میدونین چی میگم. من خودم خیلی آسیب‌های متفاوت و جدی خوردم توی زندگی که واقعا خیلیش جبران ناپذیر میشه گفت بود، ولی خب سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم. چیزی که به من خیلی کمک کرد این بود که خودم رو به خدا خیلی سعی میکردم نزدیک کنم، یعنی به اون آرامش درونیه، به اون معبوده، به حالا هر یکی میگه الله، یکی میگه گاد، یکی اصلا من به اسمش کار ندارم، به اون وجودیت برتره،
ببینم این آیا شما هم بهش اعتقادی دارین یا در راستای مسائل آکادمیک که شما خوندین؟ چون من درسشو نخوندم، از سر عشق و علاقه رفتم سمت این مسئله. اما ولی شما اطلاعات خیلی خوب دارید. آره، میخواستم اینم شما میتونین به ما کمکی بکنین، به مخاطبای پیج ما. اگه کسی مثلا مثل من خیلی آسیب‌هایی دیده توی گذشتهش، حالا من سعی کردم خودم رو جمع کنم، خیلی هم بهم کمک کردم به لطف خدا و اهل بیت. خواهینم که نظر شما چیه، چه اطلاعاتی هستش در رابطه با مسائل آکادمیکش؟ ببینید دوستان عزیز، از اون جایی که به لطف الله به مراحل خیلی خوبی از خودآگاهی رسیدن، توصیه میکنم که تمام تروماهایی که گذروندین، تمام ساناتی که توی طول زندگیتون داشتین، کاری ندارم 10 سالته دارین ویدیو رو میبینی، 8 سالته یا 80 سالته، فرقی نمیکنه. اما اگر هر پروسه سختی که توی زندگیتون داشتین و گذروندین، الان چون پروسه نمونید. ما باید از تک تک اتفاقات زندگیمون درس بگیریم و ازش عبور کنیم، بپذیریم اون اتفاقو. ما آدمای کاملی نیستیم، پدر مادرهای ما هم آدمای کاملی نبودن و همه ما اومدیم اینجا که یه سری موضوع ها رو تجربه کنیم، درس بگیریم و عبور کنیم، به تکامل آگاهی بیشتر برسیم. این رسالت ما باید آگاه تر بشیم از چیزی که هستیم. هر لحظه، هر روزمون، هر ساعتمون میتونیم آگاه تر از ثانیه قبلمون باشیم، چون آگاهی در هر لحظه جاریه. و اینکه هر چقدر به اون نیروی برتری که ایمان داریم، حالا به قول ایشون اگر الله اسمشو میذاریم، خدا صداش میزنیم، عشق صداش میزنیم، پاکی صداش میزنیم، نیروی برتر صداش میزنیم، هر چیزی که دوست عزیزم اسمشو میذاری برو سمتش، چون هدف و مسیر تماما همینه. اصلا ما اومدیم که به الله برسیم، ما اومدیم که به انرژی برتر برسیم، ما اومدیم که این پروسه رو دوباره تکرارش کنیم تا به خودش برسیم. بازگشت همه به سوی اوست. پس چه بهتر که این مسیر رو با اون خودآگاهی، با اون خودشناسی زودتر طی کنیم. و چیزی که شما گفتیم کاملا درسته. ما همه ما دو لحظات سختی رو داشتیم، گذروندیم، یا حتی شاید الان درگیرش باشیم، درگیر اون روزای سخت زندگیمون باشیم. اما عزیز دلم، هیچ چیزی بهتر و قشنگتر از این نیست که شما روی خودت کار کنی. چون ما نمیتونیم آدمای اطرافمون رو تغییر بدیم. پدر و مادرای ما خب سالهای پیش این مدلی زندگی کردن. الان ما نمیتونیم روش و سبک زندگی اونها رو تغییر بدیم، اما میتونیم که خودمون رو تغییر بدیم، میتونیم که افکار و دیدگاه خودمون رو تغییر بدیم. یه مثال جالبی که من همیشه برای دوستانم میزنم، میگم شما یه درخت 50-60 ساله رو نمیتونی خمش کنی، یعنی نمیتونی بهش قوس بدی. چرا؟ چون از کمر خورد میشه، میشکنه. اونا مادر پدرای ما که عمری با اون اعتقاد، با اون دیدگاه و با اون تفکر بزرگ شدن، رشد کردن و حالا به تعالی که باید میرسیدن یا رسیدن یا نرسیدن، من کاری ندارم. ولی ما هنوز به نظرم، چون ماها فرکانسمون از اونا خیلی بالاتره، روحایی هستیم که خیلی متفاوت تر هستیم، گاهم بین ماها خیلی شاید بذرهای ستاره‌ای باشه که خب فرکانسشون اصلا کاملا متفاوته، اساتید معنوی داریم. من میگم ماها هنوز یک درخت شاید مثلا 1-2 ساله ایم، نهالیم، هنوز راحت میتونیم انعطاف پذیری به خرج بدیم، هنوز خیلی راه ها رو میتونیم به راحتی طی کنیم که دیگه گذشتگان یا مثلا پدر مادرهای ما یا پدر بزرگ مادر بزرگهای ما دیگه نمیتونن. یعنی اون حالت انعطاف پذیریه دیگه ازش خارج شده و امکان داره مثلا تو یه چیزی بهش بگی اون کلا اصلا شخصیتش و غرورش و همه چیزش با هم دیگه نابود بشه. این مثالی بود که من همیشه میزنم برای پدر مادرها، میگم درختن، ولی چیزی که من سعی میکنم تو همه ویدیوهام حالا به همه بگم، میگم آقا قدر پدر و مادرتون رو بدونین، دست و پاشون رو ببوسین، چون اینها 2 فرشتن و در جریان باشین یه زمانی هم شما میشید پدر و مادر و شما میشید فرشته. و اگر تربیت درستی داشته باشه فرزندتون، خب این فرزند باید از یک جایی تربیت بشه. خب خود شما قرار صاحب فرزند بشی. وقتی شما فرکانستو میبری بالا، شما تهذیب نفس میکنی، شما به آگاهی میرسی، قطع به یقین اون بچه
توی یک محیط خیلی بهتری رشد میکنه و زودتر میتونه خیلی از تارگت ها و مسائل روحیشو بزنه و طی کنه و به همین منوال روح‌های بعدی که قراره بیان جزء ذریه شما بشن یا اصطلاحاً در نسل شما بشن، اینا خیلی راحت‌تر و سریعتر میتونن خلاهای فرکانسیشون رو پر کنن و یا گاهن امکان داره حتی یک روح فوق‌العاده برگزیده و فرکانس بالایی بیاد توی خانواده‌تون، مثل آیت الله قاضی، مثل آیت الله کشمیری، مثل آیت الله نخودکی، خیلی هم ماشاءالله بزرگواران، مثل شیخ جعفر مجتهدی و الی آخر. خانم وزیری خیلی ممنونیم که این وقتتون رو به ما اختصاص دادین. اگر نکته پایانی دارین در رابطه با این مبحث، این ویدیو، خوشحال میشیم که نظرتون رو داشته باشیم و ببینیم بازخوردمون به چه شکل هستش. امید به خدا. از اونجایی که ما قرار بود فقط یه مبحث یک موضوع کار کنیم، اما تو موضوع مختلف کار کردیم. حالا من عذرخواهی میکنم واقعا با شماست، ببخشید بحث گفتم میپیچه به هم. آره دقیقاً، یه موقع‌هایی صحبت به جاهای دیگه هم کشیده میشه. خب انشالله که دوستان بتونن اون بازخوردی که ما مد نظرمونه و هدفمون رو بگیرن از این مکالمه، از مصاحبه. و اینکه من یه جمله خیلی معروف دارم که نزدیک من همین جمله رو زیاد از من شنیدن. من میگم که همیشه ما باید صد خودمون رو بذاریم توی هر موضوعی، باید صد خودمون رو بذاریم توی تربیت فرزندمونه، توی رابطه عاطفیمونه، توی رابطه خانوادگیمونه. اگر شما توی هر مقطع و جایگاهی که هستین صد خودتون رو بذارین، این آرامش خاطر رو داریم که خب من هر کاری که از دستم برمیومد رو انجام دادم. پس دیگه بقیه‌اش وجدان دردی در ذهنمون نمیمونه که باز باعث سرخوردگی خودمون بشه و باعث خود سرزنشیمون بشه. و اینکه ما تمام تلاشمون رو بکنیم برای بهتر شدن و خدا و کائنات مسیر برای ما باز میکنه. دستاوردهای زیادی خواهیم داشت اگر هدفتون خودآگاهی و خودشناسی باشه. از گذشته‌های بد و تلخ زندگیمون درس بگیریم و ازشون عبور کنیم. توی اون موانع نمونید دوستان، هرچه زودتر عبور کنیم به تکامل بهتر و سریعتری دست پیدا میکنیم. آرزوی موفقیت و آگاهی روزافزون برای تک تک شما دوستانی که این ویدیو و مصاحبت رو گوش کردید. خیلی ممنون، متشکرم دوستان و بزرگواران کانال که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم که هر جا هستین موفق و مؤید و پیروز باشین. تنتون سالم، جیبتون پرپول، لبتون خندون، تنتون سلامت، کنار خانواده هاتون باشین. تا درودی دیگر، بدرود.